مجموعه که امروز در خدمتتون هستیم مجموعه اوورهال هواپیمای میگ 29 یکی از مجموعه‌های وابسته به پایگاه شهید لشکری تهران. این جنگنده‌ها سال 1370 وارد ناوگان نیروی هوایی شدند و به این طریق که این هواپیما هر 8 سال به 8 سال به اوورهال احتیاج داره. عرض شما که الکترونیک هواپیمای میگ 29 شامل تقریبا 9 بخش که قدر شعباتی مثل رادار، ناوبری، اسلحه، عرض شما که آلات دقیق، اتوپایلوت و مثلا FDR قسمتی که تمام پروسیجرهای پرواز رو در حین پرواز ثبت و ضبط میکنه. رادار این هواپیما از نوع میدیوم رنج به عبارت فارسی تقریبا مسافت‌های میانبرد رو برای ما در حفاظت از آسمان کشورمون انجام میده. از 150-60 کیلومتر ماکسیموم تا تقریبا 20 کیلومتر مینیموم. بسته به نوع اسلحه‌ای که حمل میکنه میتونه در مودهای مختلف از رادار استفاده کنه. بنابراین برای زمانی که میخواد یه هدفی رو خودش پیدا کنه در برد ماکسیموم قرار میده که 150-60 کیلومتر پوشش میده که اگر در اون به اصطلاح برد هدف مشخص بشه آرام آرام به سمت هدف هدایت میشه تا 80 کیلومتری که دقیقاً روش لاکان انجام میدیم. به محض اینکه در 80 کیلومتری هدف رو پیدا بکنه به سمتش دیگه عملیات تاکتیکی انجام میده تا میاد تو برد مؤثر اسلحه‌ای. این اگر راداری باشه برای تقریبا 48 کیلومتر 50 کیلومتر و اگر غیر راداری باشه تا مسافت 20 کیلومتر رو براش شناسایی میکنه. به محض اینکه تو برد راداری این قرار گرفت بلافاصله به طریق آتشباری که در زمین طبیعی شده و اتاق فرماندهی دستور شلیک حاصل میشه و با موشک R27 راداریمون به سمت هدف شلیک میکنه. علاوه بر موشک راداری که با این سیستم از کردم خدمتتون تعبیه شده، یه سیستم سایت نویگیشن هم برای این در نظر گرفته که برای اهداف نزدیک هواپیما مورد استفاده قرار میگیره که ما اصطلاحاً بهش لیزر میگیم. تقریبا اونم در قسمت بالای رادارمون تعبیه شده، شامل قطعات متفاوت و متغیری هست که میتونه در سایت های مختلف جابجا بشه. اونم نهایتاً تا 20 کیلومتر برای ما اهداف رو در نظر میگیره، در فاصله هدف به ما انجام میده که با استفاده از موشک‌های حرارتی که داره میتونه هم اهداف هوایی ارتوئه و هم اهداف ارتوگراند ما رو مورد اصابت قرار بده. این صندلی که مشاهده میکنید صندلی هواپیما میگ 29 از نوع K36DM سری 2. خلبان زمانی که احساس خطر بکنه که ببینه دیگه چاره‌ای نداره باید هواپیما رو ترک کنه اقدام به ایجک میکنه و اقدام به ایجک با کشیدن فقط این هندله. این هندله که بکشه دیگه اتومات با کارتریجایی که داره کلاً 100 متر از کابین با وزن خلبان از کابین جدا میشه. به ارتفاع مطمئنه که رسید بالای 5000 پا باشه تا رسید به 5000 پا شروع میکنه اتومات قطعاتش عمل کردن، پکاش عمل کردن و صندلی را خلبان جدا میکنه. صندلی که از خلبان جدا شد بعد به وسیله چرخ صندلی به واسه این دو تا چرتی که اینجا تعبیه شده صندلی سوا میاد، خلبان هم با صندلی. زمانی هم که اینا عرض کنم خدمتتون خلبان ایجک میکنه چون سرعت راکت موتورایی که زیر این تعبیه شده اندازه یه موتور F5 قدرت داره، 5000 تراس نیرو ایجاد میکنه. یعنی اون موقع اون لحظه حالت بیهوشی به خلبان دست میده. خلبان یه اکسیژنی که در سوروال کیت این جا تعبیه شده اون وصل به مکس خلبان رو به هوش میاره. بعد خلبان اون اطلاع مطمئن رسید از صندلی جدا میشه توسط این کیتی که هست. اون کیت اتومات باز میشه، اگر تو دریا بیفته قایق و وسایل کمک‌های اولیه و هشدار دهنده‌های مربوطه که هشدار بده به سایت‌های مختلف که کجا افتاده خلبان رو میرن چیز میکنن شناساییش میکنن. بعد توسط این چتر هم که چتر خلبانه با این چتر میاد پایین. تمام برنامه‌هایی که قرار انجام بشه توسط خلبان در داخل کابین تعبیه شده. به عنوان مثال
دو تا سایت داریم اینجا، یکیش به نام ایلز یا هدز آب دیسپلی که در هر نسل خلبان با تنظیم صندلیش کلی اطلاعات کنترل اسلحه و بسیاری از به اصطلاح اطلاعات پروازی در داخل این سایت میتونه ببینه. همچنین یه سایت دیگه در بغل دست داره که بهش میگن دایرکت ویژن، یعنی هر لحظه خلبان با چشم چپش یا راستش میتونه اطلاعات پرواز رو توأما با این در این سایت ها مشاهده بکنه. علاوه بر این سایت ها برای کارهای فیزیکی از نظر برخاستن، نشستن، بستن چرخ‌ها و عوامل دیگر باز در داخل کابین برای خلبان طبیعی شده که خلبان با دستورالعمل‌هایی که داره برای پرواز خودش در به اصطلاح فازهای مختلف میتونه از لوازم و ابزارات داخل کابین برای خود استفاده کنه. کلمه اوورهال شامل یه پکیج میشه، یعنی یه کار برنامه‌ریزی شده و مشخص تعریف شده. بر اساس برنامه‌ای که طراح برنامه ما تعریف میکنه، کارتایی که در اختیار دوستان فنی ما میذارن، مراحل مختلف کار، ابتدا قطعات پیاده میشه تو فاز ریمووال، بعد یه سری شکل‌دان یا بازرسی‌ها انجام میشه، مجددا قطعات اینستالیشن میشه، بعد اپریشنال و مراحل پایانی کار رو هواپیما تحویل گروه نگهداریش که مثلا یوزر استفاده کننده هواپیماست قرار میگیره. به اوورال هواپیما شامل چندین بخش، خود هواپیما یه بخشه، استراکچر هواپیما، سامانه‌ها هر چی که داره از رادار گرفته تا اتوپایلوت و الکترومکانیک و هیدرولیک و فیول، اینا هم احتیاج به اوورهال داره که عرض کردم اونا رو از اینجا در میاریم، برابر سرتیفیکیتی که داره، شناسنامه‌ای که داره، بایستی بازرسی اوورهال بشه، ما میدیم واسه اوورهال. دو جور اوورهال انجام میدیم. بعضی موقع هواپیما OR میاد، یعنی هواپیمایی که الان از پرواز اومده دیگه تایمش تموم شده باید تحویل اوورهال بشه که خب مشخصه، یه سیستم ما چک میکنیم، یه به اصطلاح پرایمری چک انجام میدیم که ببینیم این قطعات سر جاشون، سیستم سالمن، هر چی از اونجا صورت جلسه میشه که آقا جان رادار که بنده دادین دارا این عیب هاست، این مشخصات داره. ما یک مرکز اوورهال داریم، دپو به اصطلاح آمادی داریم در پایگاهمون که نفراتشون با ما تقریبا هماهنگن، میان نشون میدیم قطعات اگه نیاز باشه همین شکلی پکیج، وگرنه تعداد قطعات که معیوبن و ما در تست اولیه متوجهشون در اختیار اونها قرار میدیم. اونا بعد که تو ماکاب خودشون تست میکنن، به صحت ثقبش مطلع شدن، میگن آقا این هواپیما با تگی که روش میزنن که این انجام شد تحویل ما میدن. اگر یک زمانی هم قطعه بره اوورهال، بره دپو، نتونه از پس عیبش بر بیاد، قطعه به همون شکل معیوب به ما تحویل ما درخواست میکنیم، درخواست آماده میکنیم، قطعه مشابه اون با مشخصات که ما بهشون میدیم تحویل ما میدن، بعد دوباره جایگزین و مراحل چک تا الی آخر. کلیه کارتریجای این زمان داره، زمانش مشخصه، تمام تو پاسپورتاش قید شده، لاکبوکاش قید شده، کارتریجاش که رسید کارتریجا رو کلا عوض میکنیم، مکانیزمای مربوطه رو میاریم بیرون، تست میکنیم، سوزنا رو تست میکنیم، تست میزنیم، باز میکنیم، کلا برکدام میکنیم، بازدیدی کردیم، فناراش اوکی باشه، همه چیزش. بعد داخل اینم همه اینا باز میشه، جایی که خرابی داره قطعی اونا تمام درست میشه. بعد دوباره یه سری قطعات داره که باید به دپو چک بشه، میریم دپو چک میکنن، سوروال کیتش میره تجهیزات پرسنلی، چرتش میره شعبه چرت، اینا میرن بازدید میشن. اگر تایمش تموم شده باشه نو میذارن جاش، اگر که نه تایمش تموم شده همونا رو دوباره پک میکنن میدن، ما سوار میکنیم. بعد از پذیرش ما یه مرحله ریمووال داریم که تمام آیتم های داخل هواپیما از قطعات، پنل ها، سایت ها همه با تخلیه بشه، نه برای چک کردن بلکه برای بازبینی لاین هایی که در هواپیما هست، برای سیستم های متفاوت یا سامانه‌های مختلف کلهم باید خالی بشه. در فاز بعدی رنگامیزی میشه، آرام آرام تمام اون قسمت هایی که قسمت های خیلی کنج یا جایی که به اصطلاح تنگ برای بازدید انجام شد، مجددا بعد از مرحله ریمووال آرام آرام قطعات به شکل دقیق دوباره تعبیه میشه و روی سیستم ها جایگزین میشه. روی سرتیفیکت نوشته بدون حضور به حساب نماینده کارخونه میگویان یا هر کارخونه یا نماینده حالا سامانهایی که به کار برده، شما این قطعات رو دست نزنید. این همین کلمه رو من روی به انگلیسی نوشته شده، اینو دقیقاً به شهید ستاری من گفتم که این چنین چیزی نوشته شده، ایشون خیلی راحت گفتم با اجازه
من یا با اجازه پرچم هر کاری دلتون بخواد روش انجام. تا اینجا که ما هستیم، ما هر دانشی که کسب کردیم بومی بوده. یعنی تجربه کار رو هواپیمای مختلف، دوران جنگ به اصطلاح دفاع مقدسمون، یه مواجهشن با عیب‌های آنچنانی، این بالاخره این تجربه احتمال قرار داد که ما بتونیم با توجه به تجربه خودمون و با استفاده از تکنولوژی که حالا به اصالت از موارد مختلف و دانشگاه مختلف، از به اصطلاح تکنیس‌های مختلف، جای مختلف، این عملیات به اصطلاح ایبیابی یا اوورهال رو ما خودمون بتونیم بومی بکنیم. یه مقداری موارد برای ما سخت است، ولی در سامانه‌های مختلف، به خصوص در سامانه ناوبری، رادیو خیلی کارا کردیم، تونستیم خیلی بهتر از اون سامانه‌های اصلیش تعبیه کنیم و جواب داده و انجام داده میشه. اینا تمام که مشاهده میکنید تمام دوباره از بین رفته بوده، تمام اینا رو دوباره بازسازی کردیم، نو کردیم، چون ظرف 20 سال تمام اینا کتاب نوشته باید تعویض بشه. همه قطعاتش این بنداست، این بندایی که مشاهده میکنید، تمام این بندا تعویض میشه، دوباره نو سوار میشه. در رابطه با یک سری از سیستم های هدایت کننده به اصطلاح یا گایدنس هواپیما توسط شرکت های وابسته به صنایع دفاع داره بومی سازی میشه که انشالله در آینده خیلی نزدیک عملیات انجام میشه و سطح رسونش هم برای از خواهد رسید. برای تشکیل این مرکز اول ما گفتیم ما میتوانیم. این قضیه ما میتوانیم خیلی قشنگ الان جا افتاده. الان من به طور یقین میتونم بگم که یعنی الان هم خدمت شما عرض میکنم ما توانستیم. یعنی تقریبا به طور بومی الان بومی سازی کردم، با آمادگی هم داریم. چند جای دیگه کشورهای دیگر هم از ما خواستن، منتها اگر مملکت صلاح بدونه میتونیم بریم بخش اوورال اونا رو انجام بدیم.